سلام بچه ها، من اسمم شبنمه. نمیدونم که دارین ویدیوهای منو میبینید کسایی هستین که قبلا تو پیج من بودیم با همون شورت ویدیوها یا نه. ولی توضیح بدم راجع به اینا. من الان خوابگاه دانشگاه شیرازم، انقدر تمیزه بدونید واسه خوابگاه به من ربطی نداره. من تقریبا یه 6-7 سال پیش میخواستم خب ولاگ و اینا بذارم، ولی نشد. حالا بنا به شرایط و زندگی و تنبلی خودمون و همه این چیزا الان دوباره بعد 3 سال خب اینم بگم که من الان دانشجو نیستم. تقریبا خیلی وقت درس دانشگاهم تموم شده. من دکتر دامپزشکم و بعد چند سالم خب تخصصم تموم شده. بنا به دلایلی که دوست نداشتم ادامه بدم ول کرده بودم و 3 سالی نیومدم، ولی خب باز پشیمون شدم و به خاطر امتیازم مجبورم که الان اومدم شیراز. خودم شمالیم و دانشگاه خوابگاه دارم که یه چند هفته 2 هفته تقریبا هستم. تقریبا یه 2 هفته دیگه هم کار دارم برای آزمایش پایان نامه و خیلی افسرده شدم. چرا؟ چون توی شیراز اینجوریه که دانشگاه ها که اداری محسوب میشن از چهارشنبه ساعت 12:30 ظهر تعطیل میشه. یعنی من علنا پنجشنبه و جمعه کلا بیکارم و خب خیلی افسردم. الان دومین هفته است هیچ کاری نمی‌کنم و از اون برم نگران کار شمالم. خب با برگردم چون جو مسئولیت دارم و اینا خیلی افسرده شدم. دیگه تصمیم گرفتم که حداقل پنجشنبه جمعه، امروز که جمعه است، برم یه جایی و هم خودم از افسردگی در بیام و همین که راستش بیشتر بخوام ولاگ بگیرم برای شما، هم کسایی که دوست دارن خود شیراز رو ببینن، هم خودم اون خاطره ها رو ثبت کنم. الانم که دارم آماده میشم برم بیرون. خب من دیگه حاضر شدم برم پایین پیش دوستم. البته چند دقیقه دیگه اون میرسه و با هم دیگه بریم. اولین بار دارم فیلم میگیرم، تو دوربین میخوام حرف بزنم و یادم میره که کجا باید حرف بزنم. یکم سخته دیگه. حالا ببخشید، امیدوارم که مثلا فیلم های دیگه بهتر و بهتر و بهتر بشه. فعلا اینا اینطوری بذاریم بریم چه خب ما اومدیم اینجا. اولین جایی هم که میخوام بهتون نشون بدم حافظیه است، چون هم سمت ارم و خوابگاهمو خیلی نزدیکه، هم میشه گفت که بهترین جای شیراز دیگه. جا میگردم که قشنگ ببینیدش. این ور میشه حافظیه که الان دوستم مریم رفته تلفن. مثلا متوجه شدم که من اونجا اشتباه نشون دادم. انقدر که نیومدم شیراز 2-3 ساله بدم را بعد این بری نشونتون میدادم. این ور میشه حافظیه، این سمتیه. چرا میکروفونم خراب شد؟ نمیدونم مثلا میگیره نه یا نه، ولی خب من فیلمم رو میگیرم. هم که این ورودی بود. منو ببینید. رو خودشه، رو بچه‌شه، رو مسائل خودشه، بچه‌شه.
قشنگ سبز. زمانی که حالا تو اون مجلس شرابخوری زمانی که کسی میمرده میومدن اون کاسهش رو دکش رو برمیگردیدن. این به اون کاسه برگشته شراب هم اشاره دارد. خب این است. دور تا دور یکی از غزل‌های حافظه که به خط نسخ نوشته. خط نسخ بهش میگن خط بازاری، چون زمان بازاری یا با این خط نه اون صوت ساده بود.